این مرد با این ظاهر سفید از پله ها میاد پایین و ناگهان این زن سر جاش خشکش میزنه و مثل مجسمه میشه. به پسر اشاره میکنه. پسر از پدرش میخواد که تحت هیچ عنوان تکون نخوره. این مرد و دوست دخترش که داره برای شراب میریزه هم بی حرکت میشن. حتی این بچه‌ها که فوتبال بازی میکردن هم متوقف میشن و حتی این پسر کوچولو که مشغول بازی بود و همه اینها به خاطر وجود مرد سفید اتفاق میفته. مرد سفید اول به مرد و بعد به پسرش خیره میشه و بعد به سمت زن وحشت زده میره و اونجا برای چند لحظه مکث میکنه و وقتی مطمئن میشه هیچ حرکتی نمیکنه به حرکتش به سمت این مرد ادامه میده. وقتی میبینه اون هم بی حرکت مونده و تکون نمیخوره به راهش ادامه میده تا اینکه یه اتفاق خطرناک میفته. یه مگس روی صورت مرد مو بلند میشینه و داره به سمت چشم مرد میره. مرد برای پروندن مگس ناخودآگاه پلک میزنه و مرد سفید متوجه حرکت پلک مرد مو بلند میشه و با عصبانیت برمیگرده و گلوی مرد رو میگیره. این اتفاق باعث میشه زن از فرصت استفاده کنه و در حالی که بقیه همچنان مثل مجسمه بی حرکت موندن سعی میکنن از اونجا فرار کنن، اما غافل از اینکه جهان پر شده از امثال این مرد سفید وحشتناک.